اما که امروز یکی از سوال‌هایی که بسیار شده است، آیا قبول هدیه کافران در روزهای عیدشان جایز است؟ در این روز آنها هدیه می‌دهند. حتی در بعضی مغازه‌ها و کارخانه‌ها، مکتب‌ها برای کودک‌ها و برای کارمندانشان از مسلمان‌ها هدیه می‌دهند. آیا قبول آن هدیه اجازت است یا نه؟ اصل جایز بودن قبول هدیه از کافرها. اگر کافرها هدیه دهند اصلا جایز است قبول آن، ولو کان ذلك فی عیدهم، اگر چند که این در روز عیدشان باشد. ولکن لا یجوز ان یقبل منهم ما هو محرم فی الشرع، لیکن از آنها قبول کردن نمیشد آن چیزی که در شریعت ما حرام است، کالخمر، مانند عرق یا مواد مخدر که از آن بزرگتر است، او ما ذبحوه علی غیر اسم الله، یا آن قربانی هایی که بدون نام الله تعالی قربانی کردند. اگر گوشت هدیه کنند و در آن نام الله تعالی را ذکر نکرده باشند خورده نمیشد، هدیه آنها را قبول کرده نمیشود. قال شیخ الاسلام رحمه الله، شیخ الاسلام رحمت الله علیه در کتاب اقتضاء الصراط المستقیم گفتند که و اما قبول الهدیه منهم یوم عیدهم، اما قبول هدیه از کافرها در روز عیدشان در حقیقت ما در بالا گفته گذاشتیم. این کتابشون علل خصوص کتاب اقتضاء 2 جلد ضخم است، همش درباره عیدها هست و شاید بهترین کتاب باشد در این مسئله. ما در بالاتر گفته گذاشتیم و آوردیم روایتی را از حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه انه اوتی بهدیه نیروز فقبلها، وقتی که در روز نوروز، حالا آنکه این عید کفر است، عید مجوسی های آتش پرستا هست و کفر نوروز از کفر سال نو بزرگتر است، یعنی گناه قید کردن نوروز از گناه جشن میلاد حضرت عیسی که اگرچه محدث است، اگرچه بدعت است در دین نصارا، ولیکن به خاطر تولد حضرت عیسی که هست اینم گناه هست. اون نوروز جشن مجوسی های آتش پرست است، جشن مشرکا هست. نصارا هم شرک دارند ولیکن اینها اهل کتاب هستند، یعنی اینها به مسلمان ها نزدیکترین گمراه ها و نزدیکترین کافر ها هست نصارا. یعنی که بعضی انسان ها وقتی که به سال نو تبریک میکردن، ما اگر پاسخ نگردانیم میگفتن که ها از آن ما نوروزن، میگفتن نعوذ بالله گناه نوروز. تاکید میکنیم که از گناه سال نو عظیمتر است. اینها مال ما نیست برادرها، بیگانه پرستی نکنید. و اما قبول الهدیه منهم یوم عیدهم، اما قبول هدیه در روز عیدشان، ما از حضرت علی روایت آوردیم که وقتی که به حضرت علی رضی الله عنه در روز نوروز وقتی که هدیه کرده شد، فقبلها، حضرت علی هدیه نوروزی را قبول کردند. حضرت علی خلفای راشدین هستند. حضرت علی رضی الله عنه شخصیتی هستند که پیامبر صلی الله علیه و سلم ما رو امر کردند که به سنت ایشان چنگ زنیم. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین من بعد عضوا علیها بالنواجذ، شما برای خود سنتی مرا لازم گیرید و سنت خلفای راشدین را لازم گیرید. آن سنت را با دندان اشک گزید. بعضی تنقید میکنند که فقط سخن عمر و سخن علی و سخن اینها رو میگویی. این شخصیت ها رو با اون شخصیت هایی که تو قیاس کردی و آنها قیاس کرده نمیشه. این شخصیت های بزرگ هستند و بی نهایت بزرگ هستند و اینها شخصیت هایی هستند که به جنت در آمدنشون از جانب آسمان وحی داده شده است. خبری آسمان است که اینها اهل جنت هستند و اینها بزرگترین مسلمان ها و بزرگترین انسان ها بعد پیغمبران هستند. شما بعد من سنت من و سنت خلفای راشدین من، یعنی 4 نفر ابوبکر و عمر و عثمان و علی، اینها را با دندان های اشک بگزید. تمسکوا بها، مستحکم این سنت ها را چنگ زنید. حضرت علی وقتی که هدیه داده شد قبول کردند و اگر این حرام میشد هیچگاه حضرت علی این را قبول نمی کردند. و در مصنف ابن ابی شیبه آمده است که از زن حضرت عایشه مادر مومنها را
میپرسد درباره عید مجوسی ها که آنها در عیدشان به مردم هدیه میدهند، آیا قبول کنیم هدیه ایشان را یا نه؟ گفتند که اما ما ذبح لذلک الیوم فلا تأکلوا، اما آن قربانی هایی که یعنی چارواهایی که در همون روز به خاطر همون عید ذبح شده است نخورید، ولکن کلوا من اشجارهم، لیکن هدیه هایی که از درختاشون آوردن بخورید. یعنی در اون زمانه هدیه از دو چیز عبارت بود، از درخت یا از حیوان. حیوان هم اصلش گرید از زمین است، یعنی که گیاه میخورد، لیکن آنها که بدون ذکر نام الله تعالی غالبا ذبح چاربان میکنن یا در روزهای عیدشان به خاطر عید یا به خاطر صنم یا بت قربانی میکنن، از آن خورده نمیشه. بنابراین حضرت عایشه مادر مومنها فقیه این امت از زنها گفتند که اگر گوشت هدیه کنن قبول نکنید، اما اگر میوه دهند قبول کنید. گفتم ببینید در عید آنها. و این چنین در دیگر روایت آمده است که عن ابی برزه انه کان له سکان و مجوس، حضرت ابو برزه یکی از صحابگان کرام با بعض مجوسی ها زندگی میکردند. فکان یهدون له فی النیروز و المهرجان، در عید نوروز و در عید مهرجان هدیه میدادند. فکان یقول لاهله، بعد به اهلشان میگفتند که ما کان من فاکهة فکلوا، اگر میوه داده باشند خورید، و ما کان من غیر ذلك فردوه، اگر غیر میوه دیگر چیز دهند و برگردانید، یعنی نخورید. فهذا كله يدل على انه لا تأثیر للعید في المنع من قبول هدیتهم. همه این سخنها دلالت میکند که یعنی وقتی که آنها در روز عیدشان به مسلمان ها هدیه دهند قبول هدیه اجازت است، لانه لیس فی ذلك اعانه لهم على شعائر کفرهم. یعنی وقتی که آنها به ما هدیه دهند ما یگان در دین آنها یا در عید آنها ما به آنها کمک نکردیم، لیکن ما هدیه نمیدهیم، نه تبریک میکنیم نه هدیه میدهیم.